ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 میلیون سال 2023 از بازداشت یک ساکن پایتخت تاجیکستان برای لطکوب بیرحمانه فرزند نابالغ برادرش خبر داد. مرکز مطبوعات میلیس دوشنبه می نویسد لطکوب شکنجه و آزار و عقوبت نورسان عمل ناشایسته و غیر انسانی است که متاسفانه از جانب بعضی از کلانسالان روا دیده می شود. چنین مناسبت غیر انسانی در ضمیر نورسان خصومت و بدبینی و راه افتادگی را زمینه می‌گذارد. بنا به اطلاع میلیس پایتخت در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیس شهروند علموف شیرین عربویچ سال تولدش 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده برای شهر ماجرا دسترس نیست، ولی به اطلاع مقامات میلیس ضمن سنجش معین کرده شد که صحنه 2 ایون سال جاری تخمین ساعت 18:00 دقیقه شهروند علموف شیرین در محله سامان 2 نویه فردوسی پسر نابالغ برادر خود را مورد لطکوب قرار داده است. در گزارش علاوه تاکید شده است که پدر کودک لطکوب شده فعلا در خارج کشور قرار داشته. او از همسر خود جدا شده است و 2 فرزند نابالغش در تربیت والدین او و علموف شیرین قرار دارند. نوار لطکوب کودک در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده مورد واکنش شدید شهروندان قرار گرفت. وابسته به حالت مذکور عین زمان شهروند علموف شیرین دستگیر شده با مقصد پورا معین نمودن سبب و عامل‌های مورد لطکوب قرار گرفتن کودک خردسال و آغاز نمودن پرونده جنایتی مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. درباره سبب چنین بیرحمانه لطکوب شدن جیانش از جانب علموف شیرین در گزارش نشر شده چیزی گفته نمی شود. به شیرین عرب بر اساس قسم 2 ماده 117 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان برای عذاب و عقوبت نابالغی که در حالت عاجز قرار داشته از خود حمایت کردن نمی تواند همچون جزا 3 تا 7 سال زندان تهدید می کند.